أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. الحمد لله رب العالمین. سپاس مخصوص الله تعالی پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم. بخشنده مهربان است. مالک یوم الدین. مالک روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه راست هدایت فرما و همواره ثابت قدم بگردان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راه کسانی یعنی همچون پیامبران، شهیدان، راستگویان و نکوکاران که به آنان نعمت داده ای و در زمره غضب شدگان یعنی یهودیان و گمراهان یعنی مسیحیان نیستند. سوره فاتحه در مکه نازل شده است و از 7 آیت عبارت است.